عرض ادب و احترام خدمت دوستان و همراهان همیشگی. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. دوستان عزیز، سعی کنید کبوتراتون رو بیرون رها نکنید به حال خودشون. یکی از علتایی که کبوترامون هرز نشین میشن یا همون هرز بر میشن همینه. بریم با همین ویدیو رو ببینیم. یکی از علتایی که باعث میشه کبوترامون هرز بر بشه همینه. کبوترامون رو بیرون رها میکنیم، همچین اتفاقی براش میفته. حالا پرنده شکاری یا گربه حمله میکنه، کبوتر میترسه، پرواز میکنه و میشینه پشت بونه دیگری. همین براش عادت میشه، یه جای استارت هرز بر شدن یا هرز نشینی خورده میشه. این دوتا کبوتر هم بعد چند دقیقه پریدن نشستن این پشت اون بلنده. ممنون که با من همراه بودید. دمتون گرم دوستان عزیز. فعلا خدا نگهدار.